با نام خدای مهربان سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. با یک برنامه جدید در خدمت شما خواهیم بود. برنامه نوبت کتابخانه است و هم صحبت امروز من هستم استاد برزو عبدالرزاق. استاد به برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دیگر بار دعوت ما رو پذیرفتید. بگویید که در این گرمی‌های تابستان در شهر دوشنبه چه حال و احوال دارید و زندگی را چگونه پس سر می‌برید؟ شکر کمی بعد از سیزن خیلی مشکلی که بود 2 هفته استراحت دارم و پس فردا باز پرواز دارم. وطن است. به هر حال من دیروز شب با یک کس گفتم که من مهاجر شدن نمیتونم، از سببی که خیلی ریشه های چخور دارم در این سرزمین و 10 روز آخری کاری من همه وقت پیش از اومدن به دوشنبه خیلی هیجان آور است، چون میخوام تیسر در فرودگاه دوشنبه باشم و باز هوای دوشنبه باشد و باز کوچه های دوشنبه باشد. نابسته از اونه که گرمی است، سردی است و بارون است. نابسته هرچی هست آب و زمین این کشور برای من خیلی عزیز برادر. سلامت حضور، از صحبت آخرمون در برنامه کتابخانه 1 سال سپری میشود. این 1 سال کجا بودید و با چیکار بودید؟ اون چیزی که ما از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی میفهمیدیم شما در این کشور است، اون کشورید و اون کار آخری که در استونیا کردید چی کار بود و چرا اینقدر توجه رسانه‌های استونی رو جلب کرد و چی کار بود که شما اونجا انجام دادید؟ بیاد از اول سر کنیم. من در این سیزن گذشته 5 نمایش بودم. خیلی سرکار بوده دوستان. این برابر 5 رمان نویسنده است. اینجا شکسپیر هم بود، مالیر هم بود، اونجا ژان کوکتو بود، اونجا این اثری بهرام بیضایی بود و یک اپرا هم بود. اپرا هم؟ بله اپرا هم بود. این 6 تا شد. بله 7 خیلی کار کرده شده. 1 سال گذشته باز یک اثری گرجی دیگر هم بود. 7 تا خیلی زیاد است برای کارگردان. دو اثر ماندن واجبی است، اما کارم خیلی زیاد بود و برای منم خیلی مهم بود این کار انجام دادن. اما شما که کار آخر رو گفتید در استونیا، این از روی اثر بهرام بیضایی مرگی از گیر بود که من تکلیف کردم. وقتی اونا از من پرسیدن که چی میخواید مانه در استونیا، من گفتم که من میخوام یک چیزی باشه که از ملتی من باشه. من میخوام با زبان خودم صحبت کنم با مردم شما. گفتن هر چی که میخواید از شما. من انتخاب کردم بهرام بیضایی. چرا استاد شما خواستید در یک کشور اروپایی از مرگ آخران شاه ساسانی قصه کنید؟ پیامتان چی بود؟ ببینید وقتی ما اسخیل میگیریم، پارسای اسخیل میگیریم، میبینیم که اسخیل هرچه که دشمن بود با پارس، میجنگیدن با پارس، اما چون با درد نوشته شده است این اثر و میگوید که ایده اثر چنین است که امپری فارس غرور کشت و وقتی ما میگیم امپری ساسانی ها و میبینیم تاریخی مایه و میبینیم تاریخ اسلامی مایه، ما میگیم ای افسوس، هی خب این خیلی بود آمدن و این کار کردن و کتاب سوزاندن و غیره. بعد میبینیم که یزدگرد وقتی از عرب ها گریخت، از تیسفون، میبینیم که هم فروخت، از وزیر و وزرا و از اون لشکرکش ها و از خدمتگارا و از اون اخران نگهبان ها هم تنها. من سوال دادم بخوام برای چی؟ چرا وقتی اینقدر قدرت بود که خوب بود، چرا که همه یعنی همه شاه رو فروختن؟ همه شاه فروختن. در آسیا کشت. یک شاه قدرتمند، یک امپری بزرگ، یک آسیابان وقتی طوفان گرفت و کشت. مرگی خیلی بد.
وقتی تاریخ به من مراجعت کردم و دیدم که ایمپریا پوسیده بود از درون. میفهمید؟ 12,000 فقط کنیزک وقتی قشاقی بود، 226 زن، هزارها تن طلا، اما مردم قشاق. میفهمید؟ دستگیری نبود برادر. این لشکرکش جنگ کرد، اونش جنگ کرد، شکست خورد، وش جنگ کرد. از اینجا گریخت همدان، از همدان گریخت، بعد کجای دیگر، از اونجا رفت، بعد کجای دیگر، اونجا قبول نکردن، بعد گریخت تا آمد تا مرگ که کسی دیگر نزدش نبود. همین. و هم که خارزار مرد. شاهی بزرگی ساسانی. ایمپری روس هم همین خیل مرد. ایمپری SSR که ایمپری بود به هر حال، اونم همین خیل مرد. از غرور، از دروغ و غرور. هرچی که شکست میتد برای هر ملت این دروغ و غرور. این سببی هم بود که من دست زدم با این اثر برنامه بیضایی، چون میبینم که حالا هم راه همون است، راه همون آسیا و همون فینالی نه تنها ایمپریا با مرگ در بیضایی میگه که با مرگ شاه میگه با مرگ شاه ملت میمرد. آسیابان میگه که زنی آسیابان میگه که بگذار اگر همین شاه همین ملت باشد، بگذار که مرد این ملت، شاید که ملتی نوی بد پیدا شد. قدر گپای عالی دارد بیضایی در این اثری خودش و این چیز برای من خیلی مهم بود. دلیل این از یک طرف، از طرف دیگر برای من مهم بود با ادبیات ما شناس کردن اروپا. این نکته خیلی مهم است. میدونید برای من بسیار مهم بود و من راستی وقتی اثر پیشنهاد کردم، من شبهه داشتم که اون ایموتسی هایی که مثلا ما داریم، اون مثلا کاری که مثلا عبدالمومین شریف کرده میتونه که اون کاری که مثلا قربانی صابر کرده میتونه اروپایی کرده نمیتونه، یعنی همون ایموتسی را همون نمیتونن عمق اثر رو نمیتونن اون برداشت کردن نمیتونن. اما من خیلی خطا کردم. چرا استاد؟ چون که از هر چیزی که من تا اینا میدونستم اونها خوبتر بازی کردن. کار دشوار نبود با اونها کار کردن؟ شما میدونید شاید 10 سال آخر یا 20 سال آخر سبکترین کاری من دونستم. شاید برای منی که مثلا 80% کاری من فقط برای ماده اذیت کنید، این دیر نکنید، این خیر کنید، این نکنید، خواهش میکنم وقتش بیایید. 80% گپ فقط تربیت میاد، چون که مردمی بی تربیت بعد روی صحنه آوردن خیلی مشکل. میفهمید؟ بالای این مدت 1.5 ماهی که من با اکتر کار میکنم، اینو درس دادن در کنم، یعنی که همچون دختری دندان کار میکنی، اول میلک از تبابت میکنی، بعد دندان میمونی، تو نمیتونی بیایی دندان مونی، چون میبینی که تمامی تطوری که کار میکنی اکثرا همه بیمارن. از کسبیت خود دور شده، یک فرم بازی میکنن، همون فرم در دیگر تئاتر بازی میکنن، در دیگر تئاتر نمیفهم که این اثر طلبات خودش داره. مثلا این مؤلف طلبات خودش داره، این مؤلف آهنگ خودش داره، این مؤلف ایده خودش داره، طرزی سخنی خودش داره. دیدی این مثلا شکسپیر چون ملیر نمیزنه، اون چیزی که مثلا شکسپیر قبول داره، که این چیزی که مثلا رومی قبول داره، این قبول داره. تو نمیتونی اینو با این آمیخته کنی، اما همه چیز آمیخته است، هم در یک قالب بازی میکنن، هم مثلا این مؤلف دیگر مؤلف فرق نداره تو رومی میمونی یا که تو روی صحنه میبری، یا که مثلا نمیدونم لاپده بگه، براش فرق نداره. همون قالب، همون چیز،
تا این قالب میشکنی مونده، تا اون قالب دیگر میسازی براش. همه این وقت همه این مشکلی غیر از این تو درباره تاریخ میگی، در آنتروپولوژی میگی، در پسیکولوژی میگی، در منطق سخن میرانی، درباره کسمولوژی سخن میکنی، درباره آرکیتکتور، درباره موسیقی، درباره تاریخ، هزارها مثال، هزارها میبری تو اون هنرمند کمی جنبش بده رسیده شد. اما در استونیا این پرابلم ها از سر من دور بود. چون میدونید برای چی؟ برای چی استاد؟ برای اون که دیسیپلین، ترتیبات، نظام خیلی عالی است. مثلا همین گفتی همین روز همین کار تیار شد. مثلا تو میگی که من میخوام که اینجا انا این روش باشد و اینترنت انا این خیلی باشد. تو گفتی تمام. پگاه میبینی سوخت میبینی که همین اینترنت همین روش علاقه جاش بود. که اینا کار کردن، چی کار کردن، کجا جمع شدن، چی خیر کردن، چی خواندن، از کجا فهمیدن. عجیب که ما مثلا در دیگر تئاتر اگر من همین اثر میمودم من خیلی عذاب میکشیدم، اما در استونیا من قریب تماما عذاب نکشیدم غیر از راحت، چون هر روز من میندار بودم از اون هنرمندایی که با من کار میکردن. چرا؟ چون که هر روز تیار بودن. استاد شما ببینید یک عمر در تئاتر کار کردید، بعد از تئاتر جای دیگه نرفتید، فقط کارتون کار تئاتری هنر بود، از صحنه بود. از فکر می‌کنید چرا اون مردم به همین درجه رسیدن؟ یعنی عاملش چی بود است که شما امروز درست گفتید که شاید با دوستان دیگه تون 30 سال در اون صحنه ها کار کردید ولی میگید مشکل است کار کردن. اونا چرا به همین درک، به همین نظام، به همین ترتیبات، به همین جنبه انسانی رسیدن؟ فکر می‌کنید عاملش چی بود است؟ همچه کارگردان بخش تئاتر مثلا چرا این بید من کمی دورتر از این چیز شاید سخت‌تر است، کمی سخت‌تر. واقعیت بگم استاد که چی است؟ دیروز من در این موضوع صحبت داشتم با یک دوستم آنلاین با تلفن. شما میدید مشکلی در تفکری سایتی است، چون هنرمند اکتوری تئاتر طالبه میکنه که ریشتر باید هم کار کنه، تو میبری اجرا میکنی، یعنی که تو هنرمند نیستی، هم داری یک قالب، همون قالب کفایه است. بیاشین ریشتر میبید پیش تکس میمونه، خواهش میکنه، التماس میکنه، 1000 بار التماس میکنه که 10 دقیقه تنفس خواهش میکنم دیر نکنید، بعد 15 منت دیگر از قفای هم میگرده برای که اینش تلفن وش اینجا این نامد. سحر اولین گپی که تو در تئاتری مثلا ما هم میشنوی که این امروز نمیبیاد، پگاه ویش نمیبیاد، بعد از عبید این باید رود، پلانچه رفت از خانه مادرش، یعنی که تو میبینی کار نمیره، بعد مجبور میشه یک کاری دیگر کنه، پلانات ایواز کنیم. قریب هر روز یک کس نمیبیاد، یک کس دیر میکنه، حتما باید همه دیر کنه، حتما باید 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه، قریب کسی عذر نمیپرسد. اما خیلی میدارد پاده برید، خیلی میدارد میگوید، خیلی میشینه تکساشو میکشد، خواندن میگوید، میبینی که تیار نیست، میبینی که نخوانده است، میبینی که عموما تیار نیست. چرا؟ چون که ریشتر هست، کاری تو هست. تو من بگوی من چیکار کنم، من میکنم، خودش آقلمت میکنم. میدونی؟ حتی در تئاتر خودش چون پایان میماند، روی زمین میماند. تو من بردار، تو من با راه روی نشانتی، تو من با دهان کشیدن ایاتی، من میکنم. تو میبینی که همون هم کردن نمیتوند، اما غرور، بله، اما بی‌تربیگی، اما بی‌فرهنگی، اما منمنی های پوچ و بیهوده. دلیر من شما به قول میگم
شما میدید تمام تئاترها من نمیگم فقط در ما، شما یگان بار نمیبینید که یک اکتور کتاب میخواد مثلا تلفظ جدی میگه دوست دارین؟ 100%. من 40 سال است در تئاتر، من حالی یک بار ندیدم اکتور با کتاب که تلفظ شد مثلا کتاب خود یا تو آمدی که با کتاب میخوند و بعد کتابش محکم کرد سوکاش ماند و بعد نمیدونم بعد کار کرد یا که درباره همون کتاب صحبت کرد یا گفت که که برزو هبلایچ مثلا برزو آقای من نمیدونم واسه یک چیز دیگر همین مثلا باش چی فکر داری من خواندم یا نخواندم بیا کی صحبت کرد بیا تو من نخوند که این چی بود است که من نمیدونم این صحبت ها عموما نمیدونم فیلم های نه کتاب های نه از دنیا چی گپ است سیاست چی شده ایست در اسرائیل، چی شده ایست در امریکا، چی شده ایست در اوکراین، یگان صحبت چون خالی است پوچ است عموما از دنیا کنده است میفهمید. من فکر نمیکنم ما فکر نمیکنیم در یک چیزی خیلی مهمه فکر نمیکنیم که اگر تو هنرمند باشی گرجدنین نباشی تو هنرمند نیستی. اگر تو هنرمند باشی و با سیاست کار نداشته باشی تو هنرمند نیستی برادر. چون کاری تئاتر کاری سیاسیست. شکسپیر همه اثرش سیاست است. مالیر ترکیب سیاست است. میزانتروپ سیاست است. بفهمید کلاسیکا همش فیلسوفی سیاست اسکیل ایدیپ سیاست نیست؟ سیاست است. تقدیر یک شاهی که آمد کثافتی آورد به پیو تمامی اثر چرا کثافتی آمد به پیو بعد میفهمه که با مادرش خواب بود است 4 فرزند از مادرش زایده است خودش بیخبر چون کثافتی آورد. میفهمید یوریپید همه سیاست است برادر. تمامی کرونیکای شکسپیر همه سیاست است. یعنی گاملت سیاست است برادر. تو نمیتونی بگی که ای برادری عزیز من هنرمندم من به سیاست کار ندارم. زیاد میشنویم میگه هنرمند چی کارش با سیاست چون یک ارتیست یک هنرمند. برادری عزیز شما باید سوال کنید که خب من هنرمندم با سیاست کار ندارم من شکسپیر چه باید من در دورش ما حرف زیاد میشه شخصا زیاد شنیدید که مثلا برزو یک کارگردان است کارگردان یک تئاتر است او چرا در سیاست حرف میزنه چرا اندیشه سیاسی داره چرا تحلیل سیاسی میکنه من بسیار شنیدم بله زیاد میگن در ای ارتیست برای کار بله کار کن نه کارت با مچه وقتی با کارت با مچه میگه تو میفهمی که اون چی سیاست مدار است کارت با مچه چی میفهمی سیاست ها برادر با این زبانات چی میفهمی سیاست سیاست کسب من چون همه وقت من با سیاست کار دارم برادر. وقتی من شاهنامه میخوانم سیاست است شاهنامه است میفهمید در روی کانفلیکت های سیاسی میرد صحبت اینجا سمنگان و اونجا ایران و اونجا توران و اونجا افراسیاب و اینجا شاه جنگ و اینجا رستم و اونجا دیگر و بین همون اینتریگاهای بین شاه و این چیکار میکنید؟ تو چی میگی که من سیاست کار ندارم اما با شاهنامه کار دارم؟ تو چی خیلی به این زمان پیوست میکنی؟ اون زمان نمیدونی؟ زبانی اونو دیگر بودن بفهمی؟ تو چی خیلی میدونی شکسپیر مانی برای از چی سبب تو میدونی گاملیت مانی برادر؟ چی گفته گاملیت میمانی؟ چی گفته شاهلی رو میمانی؟ توی صحنه تو با چی مقصد میدونی ایدیپ مانی؟ امروز فخر میکنه که این سال 84 ایدیپ داشتیم مگر ایدیپ سیاست نیست پر سیاست است میفهم انتیگونا پر سیاسی است. این هر اثری که ما میگیریم روی صحنه میریم دیگر اون چی سیاسی دارد جنبه‌های سیاسی دارد خانه خوب با مردم سر و کار میکنه برای که اون پرسوناژ که روی صحنه میاد از کجا میاد برادر معاش دارد پلیسویت میتد پلیگاز میتد از این چه میگن شکل میگیرد اون آدم از همین چیز شکل میگیرد برادر و بعد روی صحنه میاد تو نمیدونی که این قیچی زد اینش قیچی زد
اون گازیتا نخون. یک نفر خیلی بلند به من یک بار گفت وقتی که این بحث موضوع شما سر صحبتشون بود که بیاد براتون مشکلی ندارد کار کند ولی با سیاست کاردار نشود، اثرهای را بگیرد که جنبه سیاسی نداشته باشد، با کتاب‌های سر و کار کنه که جنبه سیاسی نداشته باشد. برادر من بگیرم قومان اثر عینی، من بگم عینی قهرمان ملت برادر، افیش پیش تئاتر لاهوتی، مثلا تئاتر لاهوتی کامل می‌نویسم غلامان. شما تصور میکنید که همین چیز شدنش ممکن؟ خب فرض کردیم میشه آدرس دادن. نه فرض کردیم که میشه نه، بلکه از خنده شما معلوم است که نمیشه. من میگم قهرمان ملت آدینه می‌نویسم. آدینه تاریخ یک تاجیک بیچاره. تصور میکنید؟ نه تصور کردم. ولی میشه دید روی صحنه و همین چیزی که استاد میگه چه بهترین صحنه رو از این چیزا ساخت. البته دلیر، البته عینی دراماتورگ بود. شما میدونید که پیاسه نویسنده است استاد عینی، لیزا خان. نه استاد من خیلی پیاسه عالی جناب است. شما باور نمیکنید، هیچ کس به نظر نمیگیرد و نمیدونه که استاد عینی پیاسه مینویسه. لیزا خان پیاسه خیلی عالی است، اما وی هم مانده نمیتونه چون سیاست است. بفهمید؟ جلادانی بخارای مانده نمیشه. خب که نوشتن دیگه کتاب از ما خواندیم، با کتابا زور شدیم استاد. چرا نمیشن؟ شما خیلی خوب بدید برای چی نمیشه؟ ببین دلیل اینجا گپ وقتی که این آدم میگه که برزو میداد بیاد اینجا فقط سیاست نرسیدن. بله. من سیاست نرسیدن نمیتونم چون کسب من همین است برادر. آنالیتیکای زمان است. شما ببینید من حافظ تویگر نیستم که حافظی کنم. من یک گروهی مایده بیاد و رقص کند و عرقش خورد و خیسته رود. نمیشود این خیلی. مثلا من شاعر نیستم که نویسم و تک سالمانم خواب را شعر. من هر روز 400 کس 500 کس نمایش من میبینم. من با اونا صحبت میکنم از اون هیجان هایی که هیجان و فکر و اندیشه هایی که دارم من هم صحبت میشم با تماشا بینم. من نمیتونم بگم که تو اومدی راحت فقط چیزی شکلی بیرونی نمایش است، چون سویت، موسیقی، دیکور، کاستیوم اینا همه شکل برای چشم، برای عقل. میدید اسپکتاکل با اون داروی مانند است که بیرونش شیرین است و درونش تلخ. فهمید؟ چون تو هر روز از بس که تو هر بیگاه با 400 نفر آدم سر و کار داری، حالا میگم 200 نفر. ببینید 200 نفر میبینید امروز نزدیک من وقتی از تئاتر برآمد باز با 200 نفر دیگر میگه که چی دید. اون 200 نفر با 200 نفر دیگر، یعنی که من در یک شب تقریبا 600 کس آدم دارم. آدمان زنده، یعنی اینا پشت کامپیوتر و این آنلاین این چیز مجازی، یعنی زنده با آدم زنده سر کار میکنه. چون که اونا با من مینویسن، میگوین، بعد از نمایش نظر میبینن، بحث میکنن، اینترویو میگیرن، صحبت میکنیم، در موقع خودم معین میکنم، موقع وای معین میکنم. ما میشیم با اکتورات یک گرد با تماشاچی صحبت میکنیم. خب چون هر کاری که میکنه تئاتر سیاست است. درباره تئاتر ببین عزیزی من دلیر جان، ببینید ما نمیگیریم، ما سیاست نمیگیریم، ما میگیریم 5 زن افندی. خب یک نمیدونم یکون افسانه تاجیکی میگیریم، یکون افسانه جنگلاپور، بوزکی جنگلاپور سیاست است برادر. میفهمی؟ چون خانه که آمد بچه‌ها تا کشت و آمدی کشتی. یعنی این هم دیگه سیاست هست. بله. تو نمیتونی اون تحت لفظی و عوض کنی.
تو نمیتونی برای کودکای صنف یک مانیکی نمیدونم بیان هم بزرگ ببینن با همون گرگ ببینن با بچه‌هاش ببینن در پیستان کم شیر آوردم و در شاخه کم علف آوردم آب آوردم بله در دهنها کم آب اون در دهنکش آب باشه من نمیدونم چی گم میزه اینجا شما ببینید رژیسور کارگردان اینجا شما ببینید دوست استاد ببینید شما از تئاتر ببخشید من فکرم داخل نبردم میگیریم بزرگ جیگیلاپا بله میگیم با سیاست ما کار نداریم برادر اما هر کسی که گرد میز میشیند و با من کار میکند همه درد دارد اینش دردی بپولی اینش دردی بچه هاش اینش دردی معلمش که زد اینش آمد و از کوچه عصبانی شد اینش آمد و وقتی عبید پول ندارد که عبید کند همین که تنفس شد سیاست سر میشد گردی میز بفهمید شما نمیتونید از این چیز بیرون شید برای که هر یک کسی که گردی میزی شما شده است همه با درد میبیان همینجا مشق که تمام شد سیاست سر میشد میفهمید در صحبتی بیرون از مشق شما نمیتونید این از این چیز دور شده شما بگید نه برادر من نمیتونم گوش کنم نه در تنفس صحبت نکنید ممکن نیست برادر نمیشد برای که آدمی زنده است اصلا اون پدیزا میگه که من پدید آمدم با همون مرشد میگه که من آمدم با همون نمیدونم تاکسی هشت میگه که من آمدم همون حقارت همون هم میشد که من میشم همون مگزینی میاد که وای فری میکنن منم فری میکنم بفهمید این دردهای مشترک داره همش هممون بله اون دردها همه میرسد بالای میزی کاری بفهمید و تاثیرش حتما میرساند غیر از این تئاتر این دردی امروزه نمیبیند من نمیگم که انا تو امروز این درد داری بیا همین محسوس کنی و پرسپکتیوی میبیند تئاتر همه وقت میبیند که این درد که اینجا هست در عاقبت چی میبرد ما عاقبت هم میبینیم بفهمید و تئاتر همون عاقبت هم میبیند پیشنهاد میکنه به تماشاچی یکی برادر اگر که امروز این بود این شد این رفتار شد یا این کار شد عاقبتش این چون ما در تاریخ دیدیم در تاریخ خواندیم ما میدونیم که فلان جا هم خیر شد فلان ملت هم خیر شد یونان هم خیر شد واگلان هم خیر شد مصر قدیم هم خیر شد امپرای روس هم خیر شد امپرای استروینگریا هم خیر شد مثلا ریم هم خیر شد برادر چون همین خطا بود یا اگر مسئله عائله‌ای باشد این با این میرسد که مثلا پدر این میشد مادر این میشد مادر این میشد مادر این میشد عائله پراکنده میشد از اون میخی نعلی اون حکایه که شما نقل کرده بودید یک روز فکر کردم دیده بودم که میخ نادرست میزنن به نعلی از مکتوب نمیرسد شکست یک دولت یک میخ خطو هر یک نمایش علم نقل شما است استاد ببینید شما درباره تئاتر درباره موضوع تئاتری قدر جالب گپ میزنید و میبینیم که کشورهای پیشرفته که دنیا هست مثلا یک اکتوری توجیک میوبند پیشنهاد میکنن و صحنه میگیرن و شما در یک سال هفت نمایش میدید و شاید اونجا رژیسورهای دیگری هستن که این فعالیت‌ها رو انجام میدن امروز از چین این خبرها میرسد از اروپا این خبرها میرسد از آمریکا این خبرها میرسد که تئاتر چقدر فعال است چقدر کار میکنه و شما بارها گفتید که تئاتر در ما میمرد ما با این تئاتر یعنی نیاز نداریم و تئاتر با جامعه های مثل ما یعنی من در مجموع آسیا مرکزی رو در نظر دارم دیگر ما با آنها نیاز نداریم ما قدر پیش رفتیم که دیگر از تئاتر بی‌نیازیم اون کشورها که دیگر به یک رفاه رسیدن به ترقی رسیدن به تکنیک رسیدن چیزی که از استونیا گفتید چرا قدر نیاز داریم با تئاتر ببینید ما هم با تئاتر نیاز داریم اما تئاتر نیست مردم میرفتن اگر تئاتر میبود گمان میکنم من شما در این موضوع یک روز صحبت هم داشتیم یا در همین جا یا در صحبت خاص با هم دیگر ببینید مثلا کاری شد و بگاه وزارت فرهنگ زنگ زد گفت که اگه برزو بیایید صحبت میکنیم خب بس خدمتی دیگر ملت تئاتر ساختید در اونجا تئاتر ساختید در اونجا تئاتر ساختید در اونجا نمایش بیایید که در تاجیکستان با تاریخ خودتون خب من فلان تئاتر
منم فلان گروه یا خواهش میکنم خودتون تئاتر انتخاب کنید، دیرکتور رو گروه خودتون تشکیل کنید، ما شما خیلی تکلیف خوب. چی فکر میکنید دلیل اولین پرابلم من چی می بود؟ همون انتخاب اثر و باز همون موضوع است. بله. موضوع یعنی مشکل ترین چیز موضوع میشه. چی من باید مانم که پگاه دردی سری کسی نشه. این مشکل اساسی این است. مشکل اساسی آزاد نبودن. وقتی که آزادی از تو میگیرن، وقتی که تو زبانت میبندن، وقتی که فکرت میبندن، وقتی که تمام قالب ها به توی وارد میکنن و میگن که انا اینم میتوانی بازی کنی، هر چیزی که بد باشه این ممکن است اما این اجازت نیست، تو کار کردن نمیتونی. تئاتر زبانش گم میکنه. دلیل تئاتر جای آزادی است، بیش از همه جای آزادی است. اگر از تئاتر تو آزادی گرفتی، همچون بریدن قنات پرنده است و دیگر بودن نمیتونه، چون پرابلم اساسیش ترس. هر چی میگیری، من گفته بودم شما یعنی در تئاتر مایکوسکی یک پیسه نور تبر روی صحنه آورده بودم. اگه میرزا مونده بود میره درباره یک قطارهایی که از سرحد ازبکستان میگذشت، از آن میکشتن، یادتان است؟ بله دادم. بله نور تبر در این موضوع یک اثر نوشته بود که اونجا یک واگونی توچکای جدا میکنن، یک جا میمونن و صحبت دارن همون واگن میره بین توچکا. 5 مراتب اسپکتاکل سپاریدن، 5 مراتب قبول نشد. چون یک ابله آمد و همه وقت گفت که این اسپکتاکل شما حقارت دارد، ممکن نیست. حقارت ندارد؟ بله حقارت دارد، بردارید. برادر حقارت ندارد، نور تبر این انسانی نیست که حقارت را در اثرش. تئاتر روسی من میگم ببینید، نه برداریم، گفتیم حقارت نیست، باز سپاریدیم، آمد حقارت نگرفتید، شما قبول نیست. اخیر نشد، یک روز گفتیم که برادر شما همه حقارت ما به نشان دید که ما ببینیم که هست همینجا، برای که منم حقارت میدارم، شما هم میدارید و هم میدارید، در اثر نیست. گفت و از صحنه میگه که سوچکا، یعنی نیست فکر. گفتن انا باید اکتریس شما انا باید بگفت که سوچکا. شدیم اثر اونجا نویسگی است که без сучка і задоринки. میفهمید؟ بله. без сучка і задоринки. سوچکا نه، سوچکا نیهالچه. بله. بخی درخت، بخی یک نیهال. без сучка і задоринки 5 مراتب آدم عذاب کشیدم فقط برای که یک ابله آمد و گفت که من مخلوق است، برای که حقارت دارد، برای که سواد نداشت. شما تصور میکنید متهمی تو همه وقت از یک بیسواد است که از خودش ترس دارد، از وظیفه‌اش ترس دارد، بعد اینش میگه با اینا فیلتر میکنه، اینش میگه اینا فیلتر میکنه. تو هیچ کار کردن نمیتونی، برای که همه وقت دست کوتاهی. یادم هست در ایران چند سال پیش من و قربان و سارا دخترش و ترزا و ما دعوت کردن یک فستیوال. اونجا نمایش میرفت. پیش از نمایش سر شدن باید یک مولا می آمد، آخوند. اون باید همون که آمد بعد نمایش سر میشه. من نزد کارگردان و دیرکتری همون تئاتر می ایستادم. آدم خیلی زیاد بود. شما باور میکنید تا اثر تمام شد یک داملا آمد، تقریبا یک 27 ساله آمد، همه خیلی سن از جا شیشت سوار در سرش میکشید میخید کردن، بعد نمایش سر شد. شما باور میکنید که کارگردان و دوستی آن کارگردان حسن نام داشت، با فکرم چشمش از اون مرد نمیکندن، ریاکسیون همون نگاه میکنن. عرق و حسن یک مردی خیلی خیلی بود، فربه چاپی، همین عرق میکرد، عرق خنک میکرد، میلرزیدم که خدا نکرده یک چی گمان کند از اون نمیشه.
شما تصور که تا روی صحنه آوردن چقدر فیلتر کردن باید. بعد باید روی صحنه آوردن. بعد یک نیم ساعت آدم که میلرزیدن همون نگاه میکرد. بعد وقتی که نمایش تمام شد قرصک هیچ کس نزد. تا همون آدم اولین قرصک نزد. چون نمیدونستن که ریاکسیون چی هست. قبول کرد یا قبول نکرد. میفهمید؟ بعد که وای همیشه دستش همیشه کرد، بعد مردم قرصک زدن. بعد خواستن این حسن و اون علی هزارها مرتبه شکر خدایا شکر خدایا شکر خدایا شکر می‌کردن. شما این حالت داره. می‌داشتم در تئاتر اگر که پیغام تئاتر چون برای من پرابلم آزادی پیش از همه می بود. برای من شکسپیر گرفتن نمیتونم، من فردوسی گرفتن نمیتونم، من اینو گرفتن نمیتونم، من وای گرفتن نمیتونم. چون همه گپ سیاسی است برادر. هر چیزی که تو نگرفتی سیاسی به میرسد خواهی نخواهی. غیر از نمایش‌های کودکان. شما گرفتید یک اثر فارسی تاجیکی بیان اثر فارسی را گرفتید، مرگ آخران شاه ساسانی گرفتید بردید استونیا. بله. نگفتن که این یک چیزی بیگانه است، برای ما بیگانه است، این شما تبلیغ ادبیاتی خودتون داره، شما اینجا میسیا داره دوباره ادبیاتتون تبلیغ کنید و مردم چه خیلی قبول کردن، مردم خیلی قبول کردن. فرق ندارد براشون. از بروندی میاد، از زیمبابوه میاد، از تاجیکستان، هر چیزی نو که آمد با زبان نو، با اینترنت نو براشون قبول است. یعنی این شاید سبب پیشرفت چونه. سبب پیشرفت دانستن همه چیز، وسیع کردن دانششان، وسیع کردن دیدشان، جهانبینیشان. بفهمید اینقدر عالی جناب. شما عجایبات کار چی براشون؟ هم مؤلف، هم استیلی کاری، هم موضوع خیلی بیگانه بود. چون بهرام بازی نمیتونی با استیل اروپایی بازی کنی، باید حتما با استیل شرقی بازی کنی. اگر که با این راه بازی نکنی باید کشاده نمیشه. کمپوزیتری من اردا بود. اینقدر هر روز با نوشتی میگشت، هر روز از صبح تا بگاه موسیقی ایران گوش میکرد، موسیقی تاجیکستان گوش میکرد. رسام من رینا یک زنی سالخورده عالی جناب بود. ارکیتکتور پامیر دیده است، ارکیتکتور غرم دیده است، ارکیتکتور مثلا خانه‌های تاجیکستان دیده است، محیط مثلا ایران و نمیدونم توس و مازندران و همه چیز هر روز می آورد یک موضوع، چون براش جهانی نبود و خیلی عالی بود. شما تصور نمی‌کنید که ارد و موسیقی عالی جناب ایرانی برای من است. آدمی که تماما از عالم ایران بی‌خبر است. میدونید می‌آموزن براشون همه چیز مهم، هر چیزی که وارد میشه براشون مهم. نمایش ما 8 نمایش نشان دادیم. از تالین 35 کیلومتر دور بود. تصور کنید در ورزا یا که در رامیت باید همونجا روند ماشینش همونجا نزد یک جا من شما نشان دادم. بله دیدم. بله همون بین یک پارک نزد یک کور. بله 8 نمایش یگان جای خالی نبود. مردم میرفتن از تالین، از دیگر از تارتو، از ناروا مردم می آمدن برای نمایش. 226 کیلومتر از ناروا. از ناروا ماشین آدم می آمد تماشا میکرد. از تارتو می آمدن، از تالین می آمدن، از ریگا، از ویلنیوس می آمدن آدم‌ها برای تماشای نمایش. برایشون مهم، برای اون نه که برزو مونده است، برای اینکه مهم بود که ببینن چی هست. یک تاجیک آمده است از تاجیکستان چی میخواد با زبان استانی. شما خیلی عالی بود. اینقدر عالی بود، هم محیط کاری، هم محیط شرایط کاری، هم قبولی نمایش. یعنی خیلی من خرسند آمدم از استانی، چون براشون باز یک بار میگم هر چیزی که از بیرون وارد میشود مهم است. بعد یک چیز دیگه استاد خلاصه میشود که براشون فرهنگ تنها تبلک و دایره نیست، این تنها رقصیدن و پریدن نیست. این طرف یعنی فرهنگ اون چیزی که هست اونو فکر میکنن، اندیشه میکنن، خیلی چیزی سازنده جامعه است، پیشبرنده جامعه است. گفته شما جامعه‌بینیشون میخوان از این نگاه تغییر بده. در ایران 1,300,000 نفر آدم زندگی می‌کنن. 1,300,000 نفر.
تقریبا 10 مرتبه از تاجیکستان کردن. شما میدونید قریب 10 فستیوال تئاتری دارن. غیر از فستیوال تئاتری لیتنی تئاتر میگن نامش. یعنی که وقتی سیزن بسته میشود هر یک تئاتر برای خودش یک اکسپریمنت تئاتری میکند. پول مییابد از دولت، از میسنت ها و از نمیدونم از وزارت فرهنگش یا از همون دخوادی که در این تئاتر داشت میگیرد، یک کارگردان دعوت میکند، اکسپریمنت میکند. فهمید؟ از مثلا مکدونیا دعوت میکند، از تاجیکستان دعوت میکند، از اونجا دعوت میکند، بعد به هم با نمایش میدن. بعد این نمایش های باز پیشنهاد میکنند به فستیوال های دیگر. ببینید که هر اکتوری که با من کار میکرد یا که هر یک کارگردانی که من هم صحبت داشتم، بلکه چون با وزیر فرهنگشون صحبت داشتم، باور نمیکنید وزیر فرهنگشون وزیر نوشون پیشتر وزیر فرهنگشون آمد خودش 3 روز ترجمانی نمایش و مشق من بود. وزیر فرهنگ یک مسافری خیلی عالی جناب آمد 3 روز گفت من خودم میخوام ترجمان باشم. آمد پیش من ترجمانی من بود. در اهمیت دارد این چیز براشون استاد؟ ببینید 1,300,000 هر سال فستیوال میگذارد، فستیوال سرود میگذارد. 15,000 کس سرود میخواند. بنابرای نه خار جای دارن، خیلی خیلی سرودای پاتریوتی میخوانند. اینقدر وطنشان دوست میدارن که تازگی ایدئالی است همه جایی که تو نگاه نمیکنی. غیر از این دلیل گفتم فستیوال کینو میگذارد، فستیوال کارگردان ها میگذارد. غیر از این هر هفته هر یک تئاتر استانی یا در اسپانیا برآمد دارد یا در امریکا برآمد دارد. هر کسی که نمیپرسی ما پگوی دیگر چیلی میرویم، پگوی دیگر ما فلانجا میرویم، پگوی دیگر ما از فلان کس دعوت میکنیم. همه وقت پلان هاشون تا 3 سال معین است. حرکت زندگی همه وقت حرکت است، برای که از این کار بود میشود. پلانی 2026 معین است. میفهمید؟ ما پلانی پگاه نداریم، ما پلانی امروز بیگاه نداریم برادر. هیچ نقشه نداریم که این شام چی میشود، سحر چی کار باید. پگاه تئاتر ما چی کار میکند؟ ما سیزن آینده کیا دعوت میکنیم؟ ما یک فستیوال پرستو داریم که در 2 سال 1 مرتبه میشد. ما همونم جنگ و جنجال، همونم بیچارگی و همونم پول نیست. تئاتر میگه 10 روز برآمد میکنه و برآمد میرود از اینجا 10 روز همگی تئاتر با هم میشد. همونم نمیتونم باشه با هم. غیر از یک تئاتر ما فکر میکنم که هم پرستو هم گم میشه، چون کارگردانا نیستن دیگه، ایدئولوژی تئاتر نیستن برادر. حاضر تاکسی آمدم، من با تاکسی آمدم، من نمیشناختم با آدم. میگه کیم چیزا دید، یک پلاکت دید، یک لازونگ دید، نمیدونم چی دید. گفت که اکای برزو گفت همین این دروغگویی نیست. گفت همین گپی که می نویسن همینو گفت دروغگویی نیست. این از راست ترسیدن ما گفت. چون که گفت که ما نمیخوایم ببینیم. اگه شما گفت شاید بهتر میدونید، اما من فکر میکنم اگه گفت که این از راست ترسیدن ما است، این دروغگویی ما. چون که گفت خودمون دیدن نمیخوایم. اینه بین گفت اینه پیش خدا بین احوال شبین. اینه بین گفت اینه بین میدونید همین رفته ایستادیم. اینقدر درس عالی‌جانب بود با اون تاکسیست. ولی به هر صورت در ما شعار زیاد است استاد. شعاری که این به فرهنگ نمیشود، فرهنگ است ملت است. اگر فرهنگ نباشد ملت از بین میرود. اگر زبان این خیلی نکنیم این میشود فرهنگ این نکنیم. شما زیاد میشنوید چند روز که اینجا هر روز میبینم برادر. من هر روز این چیزا میبینم. هر روز من کوچه میبرم. دیگه من قرانتی برفتم اومدم. دیدی تا اونجا رفتم دیدم، درونی قرانتی دیدم، بیرونی قرانتی دیدم، بازگشتم اومدم دیدم. اما ببینید از میشه تلفنی من. بله این مکتوب من میدونم کی می‌نویسه، برای که هر زمان نگاه میکنم. این دیرکتور تئاتر که حاضر با من صحبت دارم و انتظار دارم.
چیکار کنیم که پیشواز گیریم، چی میخواید موندن، چی کنیم، ترجمه چی کنیم، برای که اونا برای فرهنگشون نیستن. وقتی برای 14 سال در مملکتش نیست، من باید خیلی مناسبت کنم با اون فرهنگ هست که این ملت است. اینقدر بچه عالی جناب که خارج رفتن چی هست، چی معنی داره؟ ما در این مدتی 10 سال یگان کس نه مسکو روان کردیم، نه پراگ روان کردیم، نه سنت پترزبورگ روان کردیم. چی معنی داره؟ برادر تئاترات هیچ جا نمیبره. یگان فستیوالی بین المللی تئاتری نداری، یگان فستیوالی جاز نداری، فستیوالی ارکسترا نداری، فستیوالی نمیدونم موزه ها نداری. نمیتونی که از لور نمیدونم وان گوگ بیاری، نمیدونم 4 اثرش در دوشنبه نشون بدی. نمیتونی استونیا یک شهرچهش رفتیم، یک شهرچه 1,300,000 میگم در تمام استونیا، از اون 300,000ش روس. رابرت پلانت، مایکل جکسون، مادونا همه آمده رفتن. همون شهرچه رفتیم اونجا نایسته یک چی خرک کوچگی، در خرک کوچگی نایسته شد. اینجا رابرت پلانت نشسته بود. رابرت پلانت لیدری گروهی لید زپلین راک، شاهی راک است. همونجا آمده است، همونجا کنسرت داده است و در همین یک صبح در همین چیز چیده است، در همین خرک کوچه. صورتش هم هست، عکسش هم هست. میدونید ما که ثبت کرده میتونیم برادر فرهنگ هستی ملت. فستیوالو میگذارن در یک قزاقستان تا 10-15 فستیوال میگذارن. هر یک ولایتش فستیوال خودش داره. مینیمالی چیز توفاشون 1.5-2 میلیون تنگ است. برادر چی هستی؟ سالی گذاشته من 7 نمایش موندم. الان بعد ماهی شد، من فکرم 5 تا است. نه؟ خب نمیتونیستم 2 تاش میشه من. نمیشت که زدم میازی گفت داخلان شاه ساسانی مرگش همیشه بمونه دوستان. یک درس تاریخی باشد، یک درس تاریخی باشد، یک برداشت از تاریخ باشد. همواره میگیم که این تاریخ شکست بود، این کتاب و این دعوت با دیدن چیز دیگر از این. دلیل وقتی که از یک جانشین وزیر فرهنگ پرسیدن که فکر می‌کنید مرزو بیرون کار نمیشد که من گفت همونجا رابطه ما افتخاری ما همون هستم و باید پیشنهاد میکنن. میدونید هر دیرکتوری تئاتری که میبیند من میدونید چی میگه؟ اصلا نمیشه که یک بیایی پیش ما، یا نمیشه که یک پیش ما بیایی طرفای ما کی میبینی؟ این گپ نیست برادر. نمیشود این که طرفای ما کی میبینی. من پگه میگیرم بلیط کلاه میبرم میبینم میگم که تو گفتی بیا، من پول ندارم اکا، من با میگم چیکار میکنم ولی وقت ندارم. نمیشه دیگه. تو وقتش معین میکنی، تو تلفن میکنی، تو 6 ماه پیش صحبت میکنی با من، از سرم مسئولیت میکنم، رسامم مسئولیت میکنم، وقتش باید میکنی. چون برای آمدنی من وای خانه باید گیرد در مورد صوتش نباید گیرد، گالران باید سپیکتاکل، رسام، پولی دکوراسیون، اینا رشوه گرفتنش در رسم مرد. برای این 6 ماه پیش تلفن میکنن، میگه ماهی آگوست شما خالید؟ بله آگوست خالیم. بعد زنگ میزد، هر زمان زنگ زده میایستاد که پلان دیگر نکرده باشیم. من حاضرم ما ششتیم یک عادت. این از قدرت همون دولت نشون میدهد. این فرهنگ، این طرز مناسبت، این طرز صحبت، این طرز از اینجا معین بکنید فرهنگ این ملت است برادر. چون که با وقتی تو تلفن میکنی، وقتی صحبت میکنی، وقتی دعوت میکنی، وقتی یک نمایش معین میکنی تو که ما اینو مانیم و میگه من اینقدر اکتریس دارم، اینقدر اکتور دارم، سین و سالشون این خیلی است، صورتاش روان میکنه، تمامی تروپ صورتاش روان میکنه. میگه انتخاب میکنید، ترجمه نداشته باشد، ترجمهش سر میکنن، اثر نیافته باشد، من از اینجا اثر رو میکنم با ایمیل. نه این صحبتی است که با چند تئاتر میکنی، میبینی بعد کارش رو میکنی، تو الان میدونی کی انتخاب کردی، کی کدام نقش میآفرد برادر. میفهمید این ریجه کاری است، این نظام کاری است، این خواهش این ملت است. میفهمید این ملت، فلان ملت خواهش دارد که تو بیایی با اکتراش کار کنی.
حاضر وقتی که من پگاه دیگر که میپرم یا مملکت دیگر اونا الکای 3 مستر کلاس غیر از دلیر جان غیر از اثری که من روی صحنه میبرم با 3 مستر کلاس دیگر در اکادمیشان موندن که من بیام و با درس گذارم. هم وزیر فرهنگش خواهش کردیم اینا، هم دیرکتری تئاتر و هم راهبری بدیگش تلفن کرده میگه خواهش میکنم ما الکای موندیم این درس بچه‌ها انتظارن. میفهمید؟ خب برادر مگر این نظام و خواهش نیست فرهنگ هستی میاد همین است برادر. وقتی تو از اونجا یک گل میگیری میبری میچینی این من میرم اما گل میموند برادر. درس میموند اون علم دانش اونجا میموند. یک کاری میکنیم که یک قدم باز پیش بریم. نه جریقه های علمی پیدا میشد یک فرهنگ بحث های عالی جواب میشد. شما میدونید گیردی مشق ها چنان بحث های عجایب میرد که این همه مغز را پر میکنه. یعنی بسیار ملت‌ها تلاش دارن که برای بقای خودشون، برای ماندن خودشون، برای رشد خودشون این کارو بکنن. ولی این برای که میداد که فرهنگ هستی ملت همین برادر. وقتی تو از یاد هست من گفته بودم در که من گفتم ملت باید همچون زنبور اصل باشه. از همون الچش که پرید برآمد برود از همه جا همون چیزه گرد جمع کنه و بیاره در خانه خودش اصل ملتی که اصلش از درونی خانهش میبرد اون هستی ملت ندارد. هم زنبور رو حی کند هم اصل حی کند. میفهمید؟ مثل خالی میمونه. خالی است دیگر. زنبوری بی اصل چی بود باید؟ عالمی بی عمل زنبور بی اصل. میفهمید؟ همون بی اصل میمونه. همونی که اصل نمیکرد سیاست بنارس این بنارس و بنارس اون بی عمل است. اون زنبوری بی اصلش همین آدمی که به هیچ چیز نمیرسه. من کار ندارم. من سیاست خودش اصل میدونه به چیز نمیرسه. من هیچ چیز نمیرسه. من میرم یک نمایش میبینم نه برادر که نمیشه. تو اصل میکنی اینجا میپری اونجا میپری از دیگر ملت از اسپانیا و از پرتغالیا از دیگر جا از استونیا و از لیگا و از ویلنیوس گردن میبیاری خوبترین چیز باز میبری ملت میاد. برای که اگر که ما با شما صحبت میکنم ما با چند اکتر دیگر صحبت میکنم میگم اونجا ریجه کار است چه است پروگرام کار چه و مثلا پولی تئاتر از کجا میاد کدام واسطه که این تئاتر پول یابد چون این کسب من دخل دارد. میفهمید؟ وقتی من این اینفورماسیون که آوردم اینجا باز ترقی میکنم. میفهمید؟ تو برنامه هم همین صحبت با شما همین است که ما یه بار بفهمونیم که یک بار دیگه گفتگو کنیم برای خودمون حداقل برای آرام شدن قلب خودمون وجدان خودمون که تئاتر یعنی این است فرهنگ یعنی این است یعنی اونه که ما میگیم هست فرهنگ هستی ملت است این ما که کتاب میگیم اینی که میگیم کتاب بخونه اینی که میگیم ترقی کنیم امین است که باید امین خیلی باشه. بله اما ببینید که اینجا خطای ما در اون است در که ما میگیم فرهنگ هستی ملت تنها به خاطر اون خیام و سعدی و فردوسی بود همین قدر در نظر همون هستی دیگر هر چیزی که امروز هست هستی نیست. بفهمید؟ اونا را به سطح شعر موندن استاد اونا را که به خواندن و کارکرد روی صحنه آوردن فیلم ساختن که نیست. این وارد زندگی مردم کردن نیست. اونم شعر است. بله این فقط شعر است برادر. چون که امروز فرهنگ پگاه امروز ساخته میشه. و آخری گپم اگر دیگر سوال نداشته باشید ببینید فرهنگ همچون زنجیره. این زنجیره من مثلا اول از این پیش مثلا میکنه من بود بعد اصلی برهانوف و بعد محمد جان قاسموف و بعد صفیه طیبای و بعد خیر نظر و بعد خیر عبدالرزاق و بعد تمر مخصوم و بعد هاشم گدا و بعد محمود واحد و بعد مثلا فرخ قاسم و بعد دیگر آدم خیلی زنجیره به زنجیره این آتشی که از دست به دست میگذره. گیتیس درس نمیکرد تئاتر درس میکرد. وقتی که استاد خیستن و شیشتن و پشت کلیس ایستاد با تکست کار کردن یاد میداد. تو از همچه ارمیه میدونی تئاتر ما ارمی است برای که تو از سالدات از سرژانت از افیسر کالونی همین خود درس میآموزه غیر از درس های عملی و تئوریکی.
اگر همین زنجیره کنده شد این دیگر پیوسته میشه، همچون آتش زردشتی رفت تمام، اون خاموش شد دیگر تمام. 10 سال پیش دروغ میگم دلیر، سال 1999 بود، من نزد وزیر من حس میکردم که با چی انجام میاد این کاری که کرده است. آمدم در چند صفحه فکر من نوشتم، گفتم اگر امروز شما این کار رو میکنید عاقبتش فلان 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 فلان، چی باید کرد؟ امروز فلان کار کنید، فلان 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 کار کنیم. اگر ما بعد از 10-15 سال تئاتر گم نمیکنیم، اگر همین کار امروز شروع نکنیم اگر تئاتر گم میشه. من آوردم نزد وزیر، گفتم خواهش میکنم کسی نیستم اما همین یک بار خونه. گفت چی؟ من گفتم من فکرام نوشتم که عاقبت تئاتر این ملت چی میشه و چی باید کرد که همین کاری که میشود حتما میشود نشود. گفت چند صفحه؟ من گفتم همین قدر صفحه. گفت تو مدر اخلاقی یاد میتی؟ تو گفت مدر گاب یاد میتی؟ برای گفت اخارت کرد، برای گفت هی بیرون وزارت گفت موسیقی است، همونجا پرت و برقات گفت ما بیتر میدیم چیکار کنیم. خب برای آمدم رفتم، همین خیلی باور کن داریم از برای آمدم همین خیلی موسیقی پرت رفتم. من گفتم آمین الله اکبر. من امروز اون کاری که شده است، نه کارگردان، نه رسامی تئاتر، نه موسیقی، نه اتفاق نویسنده ها، آمین الله اکبر. یک تئاتر اپرا که همونم دوشنبه‌گویی و خارجه میره تمام دلیل. این دیگر پیدا نمیشه. هی ما میکنیم خودمون نمیکنید برادر، برای که من دکتری اینم، من میفهمم، من میدونم که دیگر این ساعت نمیشه. این اون حالتی که دکترها میگن برین دو کنیم، این که اونایی که میگن این فوجانس میکنیم این گپ هست. از چی میکنی برادر؟ من میگم همین فوجانس میگم مهمه کردستی پگا میکنیم. من میگم خب برادر کی همون آدمی که پگا میکنه میکنه، چون که آدم میکند، هنرمند میکند این کاره. تو هنرمند نداری دیگر. چیزی نیست که از مخوزه برای بخری بیارید. قربانی صابر 60 چند در آمد، فلان کس 70 برفت. برادر تو اینجا چی جوانا داری که از قفای ما آمده ایستاده باشند و اون آتش دست گیرن و پیش برن؟ نداری. کدام تئاتر شما گفتم کدام بچه جوان حاضر در تئاتر هست که شما دیدید که قزاقستان قریب 5 تا داره، یک تا الکه برد است برای ملت، یک کارگردان برای ملت الکه برد است. قزاقستان 5 تا بچه خوب داره. ببینید تو کی داری؟ کی میکند این کاره؟ این دوای کردی نمیشه، این فرمانی حکومت کردی نمیشه. برادر تو نمیتونی این فرمانی حکومت کردی کنی، تو نمیتونی که پیغام همین خیلی سپید نمایش کنی، تو نمیتوانی، برای که آدمی میکردگی نیست. آدم هنرمند میکند این کاره. تو دو تا اقلا نداری که پگاه همین کار با اودش مانی که برادر عزیز اینجا باشی، من مثلا پولت، من مثلا فلان آزادیت همین قدر فلان خواهش میکنم همین دست بگیر. نداری، آدمی دعوت میکردگی ندارد. برای هم میگم که نمیتونی برادر، نمیتونی، نیست دیگر تمام. دستش شد میتونی بندی توقت کن، ولی میمورن همه تدری لوتیش و دیگرش با آیسته همه میرن از این دنیا، همه میریم. اما دیگر این چیز که خیر خوش کن نداری دیگر. سلامت باش استاد. واقعا شنیدن این حرفو گرچند غم انگیز است، دردآور است، ولی واقعیت است که شما با عنوان یک متخصصی همین ساعت با کسی که ساعت رو میشناسد، همون نفر که در ده هم میگن که او مالدار مالش خوب میشناسد، خوب میدوند که کدام مالش بیمار است و چی است خوب میشناسد. خب امید بر آن میبندیم استاد. ما همیشه در این برنامه گفتیم و تلاش ما این است که امید میبردیم که شاید روز چیز تغییر کنه، نابس از اونه که من و شما هستیم یا نیستیم، شاید کسی از کجای برسد. ما همیشه به همین فکر هستیم، اینکه خودمون جسارت نداریم، اینکه خودمون
امکانات نداریم، اینکه به ما اجازه داده نمیشه این کارا بکنیم، ولی یک امید همیشه یک جای باقی میموند که یک کار بشود. این که شما هنوز هستید و در صحنه‌های گوناگون دنیا اگر چندی که در اینجا نمیدونم برای شما فعالیت کنید، همون تاجیکیت شما هم که میگن برزو عبدالرزاق از تاجیکستان است، این علاقه خودش فکر میکنم برای ما با اون نظام و سیستم و تئاتر اونو کار نداریم. به عنوان یک نفر شهروند، به عنوان یک نفر شهروند این کشور، برای افتخار است که نام از تاجیکستان اونجا گرفته می شود. اگر خلاصه داره در آخر برای بیننده برنامه کتابخوان، برای کسانی که این برنامه را برای کتاب و آگاهی و مطالعه و فرهنگ و تئاتر اینجا تماشا میکنند، بگید استاد ما صحبت خلاصه. میدونید دلیر در آغاز صحبت من گفتم که من نمیتونم پاسپورت دیگر ملت بگیرم. همون دکومنت من همون دکومنت است، هرچند که هزارها مرتبه من تجربه کردم، هم در این مملکت در اون مملکت. هرچند که فکرهای من اپتیمیستی نیستن، تماما اپتیمیستی نیستن، اما من خیلی میخوام که تاجیکستان باشه. میخوام که اون فکرهایی که من دارم من میخوام که باطل باشه. باید کسی پیدا شود یا چیزی شود که بگه که نه نکوی برزو خطا کردی و انا کاری که ما میکنیم، انا اون چیزی که تو میتونی افتخار کنی نکوی برزو، انا اون چیزی که تو گفتی که این خیلی نمیشد، انا ما توانستیم کردیم، انا ما این در اینجا برد کردیم، انا این کار کردیم. میتونی نکوی برزو آرام باشی. من تاجیکم برادر، از این گریختن نمیتونم، کجایی که نرم، من نمیتونم اروپایی باشم، نمیتونم خزو باشم، نمیتونم فرانسوی باشم. من میخوام که افتخار کنم با ملت. من میخوام که فردا با سری بلند مهمانامو دعوت کرده تمام. میخوام با سری بلند کترای ما رو اونجا و جای اول بگیرم. میفهمید؟ من میخوام در گرجستان باشد کترای ما، در امریکا باشد و در انگلستان باشد و مثلا من با یک تئاتر دیگر مملکت میرم، ماه سپتامبر میریم با یک نمایش در استونیا، ماه مارت میریم به نروژ. میدونید چند فستیوال داریم که میدونستم این میرم، اما افسوس من میخوام که من 100% میخوام که من همه فکرهای من باید خطا باشه. من سلامتی، صلح، ایمان، حرمت همدیگر و من بسیار میخوام که ما با هم اینقدر مهربان باشیم که چقدر من مهربانی مثلا در ویلنیوس و ریگا و استونیا، اینقدر مردم با هم مهربانن، اینقدر تازه، اینقدر زیبا، اینقدر کوچه های زیبا. میخوام که تاجیکستان من هم خیلی باشه، سلامت باشه دلیر و برنامه شما عمری زیاد، چون همه ما تماشا میکنیم، هر یک برنامه شما میکنیم. رحمت برای شما که این خیلی برنامه ها میسازید و اینقدر زحمت میکشید برای اینکه یک کس یک صحیفه کتاب خواند. بله استاد، سلامت باشید. و در تقویت همین گفتگوی شما رو گفتم استاد، درود به همه بچه‌ها، درود به همه استادانی که نوابسته به هر شرایطی، نوابسته به هر موقعیتی که در هر جای دنیا هستند و دلشان برای ملت میسوزد، قلبشان برای کشور میتپد و تلاش میکنند که نام تاجیک، شرف تاجیک، آبروی تاجیک، علم تاجیک و اندیشه تاجیک و تئاتر تاجیک در دنیا معرفی کنند. واقعا افتخار ما است و درود به همه. در آخر فقط یک چیز استاد میخواستم تاکید کنم، برای ما یک چیز دیگر دردآور است، اگر نگویم در این آخر نمیشد، یک چیز واقعا دردآور است که وقتی هر نفری که در همین برنامه آمد، در جای شما شش از استادان و از جوانان، اونایی که اومدن از تاجیک بودن خودشون، از دین خودشون، از هویت خودشون، از فرهنگ خودشون، از ملت خودشون افتخار کردن یا جای گفتن که ما بدون کسانی که بودن و همیشه بالای ما منت میکنن میتونیم یک ملت خوب بودیم و هستیم و میتوانیم باشیم، یا زبانی ما باید حفظ شود، فرهنگی ما حفظ شود. ما از این تاریخ، از این تمدن، از این افتخار میکنیم. افسوس با کسان دیگر از طرف دیگر پیدا شدن که همین با نام زیایی و دانشمند و عالم نمیدونم در داخل ناخونک همیشه طعنه میزنن که اینا مزدورای کجای هستن، جاسوسای کجای هستن، علمیتی بد دارن
اینا پیشرفت ما را نمیخوان. در صورت استاد که صدها شبکه محاوروی، تلویزیون، رادیو، گازت این سیلوار اخبار رو برای اینا پیشنهاد میکنه، فرهنگی بچهای اینا را میگیره، زبانی بچهای اینا را میگیره، دینی بچهای اینا را میگیره، برای بچهای اینا سرنوشت تعیین میکنن، لام نمیگن، در برابر الف نمیگن، لام نمیگن. ولی هر کسی که اومد، ما در همین 3 سال تجربه همین میگیم استاد، هر کسی اومد از اینجا از ملتش، از زبانش، از فرهنگش دفاع کرد یا چیزی گفت، حتما به چیزی متهم شد. این دردآور بود. اینکه ما زحمت کشیدیم، کاری کردیم و نکردیم، ملت برای کسی نمیکنه. فقط همین جهتی که دردآور بود که بیگناهانه همون تاجیکایی که با نام تاجیک هستن، این چیزا برای همین مهمانا و همین نفرانی که در اینجا اشتراک میکنن این گپا گفتن. باقی برای شما در کارهای من بعدتون برار میخوایم و خدا کند که باز صحنه‌های دیگر رو کار بیارید و نمایش‌های دیگر رو انجام بدید. ببیننده برنامه کتابخوان گفتنیم که هم صحبت ما بودن استاد برزا عبدالرزاقوف. تا برنامه دیگه در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و یاورتون.